آمارو با دهانی باز و چشمانی وحشت زده به اطراف نگاه کرد. بعد پرسید نفهمیدی از کدوم طرف رفت؟ ماریانا شانه‌هایش را بالا انداخت. نه. حتی 2 از جوان‌ها رو فرستادن دنبالش، اما هیچی به هیچی. آب شده بود و رفته بود زیر زمین. یعنی دیر دستشون موندم. باید به جای فکر کردم که چه جوابی بدم اول دستش رو محکم می‌گرفتم. تا روزی که کاروان نزدیک شهر بود، آمارو حتی اهالی کاروان تمام هوش و حواسشان را داده بودند شاید پیرمرد را در گوشه و کنار ببینند. اما پیرمرد مثل غباری که دست باد افتاده باشد ناپدید شده بود. زمان به سرعت می‌گذشت و فصل‌ها یکی بعد از دیگری آمدند و رفتند. کاروان 2 زمستان دیگر را هم در نزدیکی همان شهر اتراق کرد. سال 3 وقتی دوباره به همان میدانگاه رسیدند، دیگر کسی آمارو را به چشم آن پسرک لاغر و محزون نگاه نمی کرد که روزگاری با التماس خودش را در کاروان جا داده بود. حالا چهرهش آفتاب سوخته و شانه‌هایش پهن‌تر شده بود و تقریباً توی جلد مرد ورزیده و محکم رفته بود که هم حرفش برای کلی‌ها اعتبار داشت و هم سکوتش. نگاهش چنان استوار و مطمئن بود که گویی تمام سرگردانی‌ها و عقده‌های کودکی را در شعله آتش کلی‌ها سوزانده بود و خاکسترش را هم به دست باد داده بود. شباهتش به مردهای کولی 2 چندان شده بود. تنها موقعی که غریبه بودن خودش را به یاد می‌آورد زمانی بود که در گذرگاه کولی‌ها توقف می‌کردند. همان 2 روزی که در خانه با مادر بزرگ و سیلویا سپری می‌کرد. تنها همان موقع از سرزنش‌های مادر بزرگ آوارگی خودش با کولی‌ها را به یاد می‌آورد. حتی با وجودی که هر بار با دست پر به دیدنشان می‌رفت، چیزی در نگاه پیرزن تغییر نمی‌کرد. لباس‌ها نو و هر چی که می‌دانست سیلویا دوست دارد. برای مادر بزرگم بیشتر داروهایی که در شهر می‌دید می‌خرید. مسکن‌ها و پمادهایی که برای درد زانو و کمر و سر خوب و آرام کننده بود. آمارو از آمدن دوباره پیرمرد ژنده‌پوش مثل بقیه ناامید شده بود. اگرچه گاهی در گوشه ذهنش به او فکر می‌کرد. کوتاه و زود گذر، اما دیگر بیخیالش شده بود. حتی گاهی فکر می‌کرد ماریانا اشتباه متوجه شده. یک پیرمرد چه نسبتی با اون می‌توانست داشته باشد؟ تنها شعله‌ای که در جان آمارو خاموش نمی‌شد، آتش عشق الینا بود. حضوری که مثل نسیم شیرین اما ویرانگر از کنارش می‌گذشت و او را در آستانه جنونی دلپذیر نگه می‌داشت. اگرچه این نسیم خوشایند را در تلاطم سقوط در یک گردباد و طوفان می‌دید. این روزها با دلی پر از غصه الینا را زیر نظر داشت. مدتها بود رد نگاه الینا و پترو، جوانی از کولی‌ها، چون هیزمی خشک روی شعله دلش افتاده بود و او را بیشتر می‌سوزاند. و از آنجایی که عشق و عاشقی میان کولی‌ها سنت دیرینه بود و زود برملا می‌شد، این عشق هم مثل روشنایی صبح آهسته آهسته کاروان را به بیداری کشانده بود. عشق 2 کولی ممنوع نبود تا جوانها تلاشی کنند برای پنهان کردنش. همه خوشحال بودند الا ماریانا که با سکوتی تلخ مثل آمارو از دور مراقب بود. همه فهمیده بودند این زن آمارو را بیشتر از هر کسی مناسب الینا می‌داند، اما ژوزف مانع بزرگی بود در برابر اصرارهای ماریانا. هر بار بهش هشدار داده بود این فکر را از سرت بیرون بکش، آمارو یک غریبه است، 100 سالم تو کاروان بمونه بازم یکی از کولیا نمیشه. و مارتا با آن چشمهای ژرف و رازآلود تنها به لبخندی نیمه کاره حرفهای ژوزف را تایید میکرد. ماریانا چند بار از مارتا پرسیده بود تو دیگه چرا؟ تو که آمارو رو بیشتر از من دوست داری. بارها دیدمت وقت و بی وقت به دیدنش میری. به زنها سفارشش میکنی که کم و کسری نداشته باشه. مارتا گفته بود ماریانا بهم اعتماد کن. پیشونی نوشت هر دوشون به هم نرسیدنه. دور شدن نیست، اما اینجور که تو دلت میخواد نمیشه.
پترو هم پسر خوبیه، هم زحمت کشه و هم عاشقانه الینا رو دوست داره. خودت بهتر از همه دلیل نگرانی جوزف رو میدونی. آخر هفته آمارو به همراه دو دوست همیشگیش آنتونی و متئو به سمت شهر رفتند. شهری که روزگاری با رنگ‌های افسونگرش شگفت زده‌اش کرده بود، حالا جز هیاهوی خسته کننده و چراغ‌های بیرمق چیزی برای او نداشت. جز بساط کتاب فروشی زن که هنوز هم بعد از گذشت 3 سال به همان سادگی پابرجا بود، آمارو تمام راه غمگین به الینا فکر کرده بود. تصویر عشق پترو و الینا روز به روز واضح‌تر و کاملتر در برابر چشمش جان می گرفت و این بیشتر او را می سوزاند. مارتای ساحره روزی در سایه روشن غروب به او گفته بود شاید بهتر باشه کمی از کاروان فاصله بگیری. موندن و دیدن برای تو خوب نیست. تموم این سالا فکر کردم یه روز سرد میشی و خودت رو از این بند و زنجیر رها میکنی، اما نشد. با صدای متئو از فکر و خیال بیرون کشیده شد. متئو با همون لحن شوخ و بیخیالش گفت کجایی آمارو؟ اگه قرار بود تنهایی شهرگردی کنی پس چرا ما رو از کار و زندگی انداختی؟ آنتونی خندید و گفت نه بابا، من میگم این پسر یه چیزی تو دلشه که به ما نمیگه. به نظرم عاشق شده. آمارو جا خورد. رنگ از چهرهش پرید و با دستپاچگی گفت چی؟ من؟ عاشقی؟ محاله. هر سه خندیدند و پا در خیابان‌های شلوغ شهر گذاشتند. در مسیر از آرزوهایشان گفتند. از آینده‌ای که بیشتر به رویا میمانست تا چیزی که بتوان لمسش کرد. آرزوهایی که هنوز نچرخیده روی زبان رنگ خیال می‌گرفتند و در هوای گرم عصر گم می‌شدند. جوانها بی‌پروا می‌خندیدند، شوخی می‌کردند، سر به سر مغازه‌دارها و دستفروش‌ها می‌گذاشتند، بیان که نگران نگاه سنگین یا سرزنش‌آمیز کسی باشند. اما آمارو فقط لبخند می‌زد و ساکت می‌ماند. خنده‌ها رو می‌دید ولی در دلش چیزی نمی‌جنبید. شرمی قدیمی، همان یادگار کودکی پر از سکوت و نگاه‌های سرد هنوز در وجودش ریشه داشت. او بیشتر گوش میداد تا حرف بزند، چون میدانست گفتن آنچه در دل دارد تنها آرامشی را ویران می‌کند که با رنج ساخته بود. پس ترجیح داد مثل همیشه فقط شنونده باشد. وقتی گرسنگی سراغشان آمد جلوی گاری‌های غذا ایستادند. بوی مرغ سرخ شده و نان داغ دلشان را نرم کرد. لقمه‌ها را خریدند و به سمت کاروان برگشتند. در آستانه میدانگاه آنتونی با صدای بلند گفت ماریانا چرا اونجا ایستاده؟ انگار اتفاقی افتاده. آمارو سر بلند کرد. ماریانا را دید. بیقرار با چهره خسته و نگاهی مضطرب، مثل سایه‌ای که قرار را از اون گرفته باشند. پا تند کردند و هنوز چند قدمی مانده به ماریانا که جیغ زنانه‌اش به هوا رفت. داد کشید معلومه کجایی؟ از صبح رفتین، این شهر چی داره که رهاش نمی کنید؟ آمارو جا خورد. نفسش را آهسته بیرون داد و پرسید چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ ماریانا به حالتی عصبی داد زد مگه چیزی مهمتر از اومدن پیرمرده است؟ بیان که فرصتی برای حرف زدن به آمارو بدهد دستش را گرفت و با شتاب او را دنبال خود کشید. صدایش میان نفس زدن و قدم‌های تند پر از هیجان و اضطراب بود. را بیا پسر، زود باش. به زور جوونا نگهش داشتیم، با هزار بدبختی. میگه حرف میزنه، اما فقط با تو. با هیچ کس دیگه حاضر نیست یک کلمه حرف بزنه. آمارو چیزی نگفت. فقط گوشش و اختیار قدم‌های لرزانش را داده بود دست ماریانا که بدون مکث جلو میرفت و حرف میزد. عجیب‌تر از همه اینه که چشماش آمارو یه جوری آشناست، یه جور که انگار سالها توی خواب دیدمشون. اما هرچی فکر میکنم نمیفهمم اون کیه یا از کجا اومده. غلط نکنم بابا و مامان تو میشناسه.
آمارو ایستاد. نفس نفس میزد. حس میکرد چیزی درونش از جا کنده شده. حس مبهم دیداری که هنوز در دستای سرنوشت بود و انتظارش را میکشید. نزدیک چادر مورتا ماریانا ایستاد. با عجله دست برد و پرده جلوی چادر را کنار زد. اول خودش و بعد آمارو داخل شدند. پیکری خمیده و لرزان توی چشمای آمارو افتاد. با دو چشم رنگی شبیه چشمای خودش. پیرمرد ژنده‌پوش همانند شبحی که از میان سایه ها بیرون آمده باشد وحشت زده و مضطرب به آمارو زل زده بود. ماریانا دست آمارو را فشرد و آمارو فهمید حقیقتی که این همه سال دنبالش بوده حالا در تن خمیده و ناتوان این پیرمرد خودش را به او نشان میداد. نگاهش چنان ژرف و سنگین بود که آمارو احساس کرد زیر باری سنگین از سکوت گرفتار شده است. هر دو ایستاده بودند، همچون دو غریبه یا دو همخون از یاد رفته، دو آشنای ازلی که قرنها در انتظار این لحظه زمین و زمان را به هم دوخته بودند. پیرمرد گویی کلمه ای را از ته یک چاه به زحمت بیرون داده باشد آهی کشید و گفت فقط باید با خودت حرف بزنم. این حرف گونه های جمعیت داخل و بیرون چادر را فرو ریخت. آنها که در چادر ایستاده بودند بیرون رفتند و آنها که بیرون چادر گوش به داخل چادر داده بودند و کمی از چادر فاصله گرفتند. اما آنقدر دور نشدند که هیچ هم به گوششان نرسد. آخرین نفر ماریانا بود که پیرمرد با صدای آرام جلوی رفتنش را گرفت. ماریانا، بهتره تو هم باشی. یه رشته از این داستان به تو هم وصله. حق داری که بشنوی. بعد سیگاری از جیب پاره پیراهنش بیرون آورد. با حوصله روشن کرد و نفس عمیقی کشید. دود را آرام بیرون داد. طوری که انگار میخواست میان آن می خاکستری واژه‌هایش را پنهان کند. پیش از آن که سیگار را میان دروازه ناگفته‌ها بسوزاند با صدایی گرفته و آرام گفت بمون. تو تنها شاهدی. فقط گواهی توئه که میتونه مرز بین حقیقت و دروغ رو برای این پسر روشن کنه. ماریانا جا خورد. چشمایش گرد شد. صدایش لرزید و گفت تو اسم من از کجا میدونی؟ پیرمرد چشمش را در چشمای او دوخت. آنطور که گویی در پیله از خاطره چیزی را بیرون میکشید و برابر چشم ماریانا میگذاشت. تو منو میشناسی. مطمئنم هزاران بار اسممو به لعنت و نفرین زمزمه کردی. خواهش میکنم، التماست میکنم تا حرفام تموم نشده خشمت رو پنهون نگه دار. بعد که ناگفته ها رو گفتم هر چقدر دلت خواست سرزنشم کن. سرم داد بکش. اصلا منو پرت کن بین کولیا تا هر کدوم هر طوری که بخوان با من خنجر بزنن. ماریانا با چشمایی پر از خشم سر تا پای پیرمرد را نگاه کرد. در دلش جنگی میان یاد و فراموشی در گرفت. انگار چهره را بیاد می آورد که هیچگاه ندیده بود و همزمان می دانست که این چهره را 1000 بار در خوابهای دور و نزدیکش دیده. پیرمرد نزدیکتر آمد و چشمهایش را تا اندازه‌ای که ماه در دریاچه‌ای فرو رود به آمارو دوخت. صدای او حالا نه همان صدا که صدای زمزمه قصه‌ای قدیمی بود که هر کلمه‌اش زنگی بر ویترین زمان می‌کوبید. آمارو بی حرف و هراسان فقط به جدال میان پیرمرد و ماریانا نگاه می‌کرد. کلمات در گلویش گم شده بودند و ذهنش شبیه ذهن انسانی نخستین خالی از هر تصویر و صدایی شده بود. پیرمرد گفت تا حرفام تموم نشده قضاوتم نکنید. آدما قضاوت میکنن برای اون که از سنگینی ندونستن رها بشن. شما صبوری کنید و اجازه بدید تا تمام ماجرا رو برای شما تعریف کنم، بعد قضاوت با شما.
بعد پیرمرد چون راوی داستانی فراموش شده در گوش زمان رو به آمارو ادامه داد. ماریانا میگه تو همون نوزادی هستی که سالها پیش از روی ناچاری توی سبد گذاشتم سر راه سیلویا. اون روز اونقدر ترسیده بودم که روی کاغذ طوری نوشتم که همه فکر کنن مادرت تو رو به امانت دستشون داده، چون مطمئن بودم هیچ کس به امانت یه مادر خیانت نمیکنه. مادرها وقتی پای بچه هاشون وسط باشه قابل اطمینان ترین موجودات روی زمین میشن. از خودم چیزی ننوشتم چون توی اون دهکده اسم من به جز با نفرت و نفرین تو گوش کسی نمیپیچید. این تنها کاری بود که تونستم برات انجام بدم. به اینجا که رسید آهی عمیق کشید و ساکت ماند. لحظه‌ای بعد سیگاری تازه از جیبش بیرون آورد، با دستانی لرزان روشنش کرد و پوکی محکم به آن زد. چشم از دود بر نداشت. انگار در میان مارپیچ‌های خاکستری دنبال کلمه‌های بعدی میگشت. آمارو احساس کرد با هر کلمه‌ای که از دهان پیرمرد بیرون میآمد زمین زیر پایش سست و سست‌تر میشد. ماریانا تأملش را داشت از دست میداد. از درون و بیرون دچار یک کشمکش و جدال با خود شده بود. با خشم داد زد بگو دیگه، جون به سرمون کردی. تو کی هستی که منو به نام و نشون میشناسی؟ بین داستان و آمارو و بدبختی‌های زندگی من چه ربطی وجود داره؟ پیرمرد نگاهی تند و از سر درد به ماریانا انداخت. چشمایش انگار بارها نام او را تکرار کرده و هر بار آن را از زخم‌های تازه‌تر بیرون کشیده بودند. گفت صبر کن تا بگم. مگه آسونه حرف زدم از گذشته‌ای که توش تنها مقصری؟ هر حرفی که الان میزنم مثل زخمیه که با چاقو روی بدن خودم فرو میارم. بریدم بس که دنبال این کاروان و این قصه دویدم. جوونیم یه شبه توی پیری چنان گم شد که تو هنوز نفهمیدی من کیم که جلوت ایستادم. اگه نمیتونی گوش کنی فریادتو ببر بیرون این چادر. صدایش در فضای میدان مانند زنگی شکسته طنین انداخت. آمارو احساس کرد هر حرف پیرمرد مثل تیغه نازک از پهلوی زمان می‌گذرد و راز به زنجیر کشیده در دست زمان را آزاد می‌کند. ماریانا نفسش را در سینه حبس کرد. گونه‌هایش رنگ شعله گرفته بود و دستش بر مچ آمارو بیشتر فشار می‌آورد. گویی می‌خواست با همان فشار او را از شنیدن آن حرفها باز دارد. پیرمرد مکسی کرد. بعد آهی کشید و ادامه داد اسمی که برای تو غریبه است برای ماریانا یا اندوه بیپایانه. کلمات پیرمرد مانند خاک کهنه‌ای بود که بر روی یک تابوت کشیده میشد. همه حس کردند که چیزی درون کاروان دارد به حرکت می آید که کولی‌ها سالها به دست باد فراموشی سپرده بودند. ماریانا با چشمانی که میخواست پیراهن را بر تن پاره کند گذشته ها را در یافتن پیرمرد کنکاش میکرد. همان گونه که گویی قرار بود با یک نام ساده همه دنیا را به هم بزند. پرسید پس چرا تا الان لالمونی گرفتی؟ کدوم اسم منظورته؟ این راز لعنتی چیه که مثل کژدم انداختی به جون من؟ تو باید همسن جوزف باشی و هر رازی که توی دلته باید با او گره بخوره. چرا من؟ میگه این بچه رو تو سر راه سیلویا قرار دادی؟ خب ادامه بده لعنتی. کمتر اون سیگار لعنتی رو دود بده. پیرمرد پلکایش را آرام پایین آورد. مثل کسی که میخواهد تصویر دوری را از دل تاریکی بیرون بکشد. صدایش خشدار بود اما هنوز تمایلی از زندگی در آن موج میزد. سالها پیش جوان بودم، پرشور، مغرور و من خیال میکردم قدرت جابجایی کوه فقط توی مشتای منه. خیال خام و کاذبی که تو تن هر جوانی ریشه داره. من اونقدر بی خیال و بی فکر بودم که زنی که همه چیشو
خانواده، تبار و حتی اسمش رو پای من گذاشته بود و به عشق من از خونه و خانوادهش دل کنده بود رو توی دهکده تنها گذاشتم. نفسش سنگین شد. چشمانش را بست و دوباره ادامه داد. خودم رو رسوندم به این ور کوه با دلی پر از امید. با خودم گفتم شاید توی باغا کاری پیدا کنم. جایی برای موندن، لقمه نون برای خوردن. شنیده بودم باغدارهای این ور کوه دست و دل بازن. برای بازوهای قوی مزد خوب میدن. فکر کردم پول جمع میکنم و با دست پر پیش زنم برمیگردم. رفتم جلو. همون روز اول یه باغدار با لبخندی تا بناگوش باز ازم استقبال کرد. گفت آدم خوششانسی هستی مرد. فردا کولیان میان. اونا توی کار مثل تندبادن. کنارشون میتونی کار رو خوب یاد بگیری. سخت نیست. فقط باید بلد کار باشی. پیرمرد مکث کرد. انگار نفسش در گلویش گیر کرده بود. بعد آرام با صدایی که گویی از لابلای غبار خاطرها عبور میکرد ادامه داد. نمیدونستم اون استقبال ساده در سرنوشتیه که پشت سالها درد و پشیمونی کمین کرده. مثل گناهی که هرچی بخوای فراموشش کنی باز بر میگرده و میشنه روبرو تو هر بار از سر اول محاکمت میکنه. از همونجا همه چیز شروع شد. یه گوشه باغ آلونکی بود. باغدار گفت میتونی شبا رو اونجا بمونی. قبول کردم. با شوقی که انگار سالها ازم دزدیده بودن. نه واسه آلونک، نه واسه سقفش، واسه اون تصوری که تو ذهنم ساخته بودم. برگشتنی پر از نون، مثل مردی که از جنگ برمیگرده و واسه خونش هم خوراک آورده هم خبر. تو خیال سیلویا رو میدیدم که لبخند به لب میدو به سمتم. دستامو میگیره، بوی نون رو از توی دستام نفس میکشه. اون شب برام مثل جشنی بود که هنوز شروع نشده. ماه بالای درخت آویزون بود، زرد و پیر، مثل سکه‌ای که سالها دست به دست گشته. زیر پام برگا خشخش میکردن. انگار از فردا وعده میدادن. اون آلونک کوچیک با چراغی تنها و یه میز و یه تخت چوبی برام شد یک دخمه مقدس. جایی واسه خیال ساختن. همونجا نشستم. به آتیش خیره شدم و خودم رو دیدم که بعد از فصل کار با بازوهای خسته اما پر دوباره راه خونه رو پیش میگیرم. آفتاب هنوز کامل بالا نیومده بود که دسته دختر و پسر کولی اومدن توی باغ. صدای خندهشون طبیعت را هم به خنده واداشته بود. باغدار و زنش با چهره‌های پر از مهربونی بینمون سبد پخش کردن. سبدایی پر از طناب و پارچه. منم خوشحال بودم از ته دل. هنوز نمیفهمیدم کار یعنی چی، زحمت یعنی چی. فقط میخواستم باشم، کمک کنم، خودم رو ثابت کنم. با کولیا پا به پا رفتم. دستام کار میکردم. انگار تازه کشفشون کرده باشم. خاک و زیر رو میکردم. برگ میچیدم. سبد و پروخالی میکردم. چند روزی که گذشت میدیدم که کولیا با یه حس اعتماد به من نگاه میکردم. پیرمرد نگاهی عمیق به ماریانا انداخت و با صدایی که انگار از اعماق چاهی در پستوی زمان بیرون میآمد زیر لب گفت ماریانا اون روز باید خوب یادت باشه. ماریانا چشمایش را بست. گویی در عمیق‌ترین جای تنش راه پله‌ای پیدا کرده باشد که به آن روز میرسید. نفسهایش ریتمی کند گرفت و هر جنبه وجودش یکی یکی باز شد. بوی شیر و برگ‌های تازه، صدای دور زنانی که رخت می‌شستند و نجوه‌های خاموش مردان، گرمای دستایی که سبد را نگه داشته بودند و آن وزن سنگین تصمیم که مثل سنگی گرم
در گلوگیر کرده بود. تصویرها یکی یکی از مه حافظه بیرون خزیدند. دستهای لرزانش که بند پارچه را محکم بسته بود، بعد انگار که پرده کامل از برابر چشمش فرو افتاده باشد، چون ماده شیری خشمگین غرید. انگشتانش را چون پنجه سرد بر سینه پیرمرد فرو برد و صدایش مثل تیغه‌ای بیرون آمد. تو همونی؟ نگو که همون بیشرفی که دل خواهر بیچارم را دزدی. نه، تو اون نیستی. اون بیشرف خیلی از سنش گذشته باشه، الان باید همسن من یا همین دیوید باشه. لحظه ای دنیا برای مرد کهنه‌پوش کوچک شد. گونه‌هایش فرو رفتند و چشم‌های رنگش در برکه‌ای از شرمساری روتبر شد. سپس با همان لهجه خشکی که گویا سالها با باد و خاک آمیخته بود گفت: خدا ماریانا، من همونم، اما تو رو به تمام مقدسات سوگند میدم اجازه بدی تا حرفام تموم بشه. بعد من میمونم و کولیا و هر مجازاتی که بخوان برای من حکم کنن. مکسی کرد و در حقیق گریه های ماریانا ادامه داد: اون روزا من عاشق خواهرتو شدم و آنجلای زیبا عاشق من. حق داری که الان من نشناسی. عشق آنجلا نتیجهش رو سرگردونی من. آمارو در میان این حرفها احساس میکرد بند وجودش در حال متلاشی شدن است. صدای پیرمرد چون پتک بر سرش فرو می آمد. لال شده بود. چنان لال که حتی قدرت باز کردن لبهای به هم دوخته‌اش را نداشت. فقط میان بهت و ناباوری گوش میداد. من نیومدم تا بخشیده بشم یا بخوام خودم رو تبرئه کنم. در تمام این سالها حقیقت رو زیر زبونم پنهان کردم چون میترسیدم. ترس به قدری خار و ذلیلم کرده بود که قدرت زندگی کردن را هم ازم گرفته بود. الانم اگر جلوی شما ایستادم و حقیقت رو میگم به خاطر این پسره و به خاطر تو ماریانا که برای هر حرف و هر ناسزایی که به من بگی حق داری. دردم اینه که دیگه آنجلا توی این دنیا نیست تا ازم دفاع کنه، تا به شما بگه که من 1000 بار خودم از عشقش کنار کشیدم، اما نتونست آتیشی رو که به جونش افتاده بود خاموش کنه. اونقدر آتیش رو بر من بیچاره دمید تا منم با شعله‌هاش یکی شدم. چه میدونستم که طعم شیرین عشق تلخی زهر درونش رو میپوشونه. بارها بهش گفتم از من دور شو، اما دور نشد. بهش گفتم فراموش کن، اما نکرد. اونقدر مثل قطره‌های بارون روی دل من بارید که مثل گلی سرخ بین دل سنگی من ریشه زد. بدبختی هم از همونجا شروع شد، از شبی که آنجلا به آرونک من پا گذاشت و من در را به روش باز کردم. سرش را بالا آورد. نگاهش در نگاه آمارو نشست. جوانی که حالا مثل پرنده خیس و درمانده در خودش مچاله شده بود. شانه‌هایش جمع، دستایش روی زانوها و سرش چنان میان بازوانش فرو رفته بود که انگار میخواست پنهان شود. از همه چیز، از نگاه‌ها، از زشتی این حقیقت عریان و حتی از خودش. از اینکه حالا فهمیده بود ریشه‌هایش دیگر متعلق به کسی جز این پیرمرد نیستند. و بعد به ماریانا که شانه‌هایش زیر بار گریه می‌لرزیدند. چند روزی ازش فاصله گرفتم. نه از بیمیلی، نه از دلزدگی، فقط از ترس چشم گوش تیز کولیا. میدونستم عشق یه غریبه به دختر کولی یعنی آتیش زدن به انبار کاه. منم نمیخواستم اولین جرقه باشم. روزها سرم رو تو کار گرم میکردم. با خاک حرف میزدم. با باد درد دل میکردم. با خودم میگفتم شاید اینجوری فراموشش کنم. اما به همون اندازه که نفس نکشیدن برای یه آدم زنده محاله، فراموش کردن آنجلا هم برای من محال شد. به خصوص که هر روز روبروی من پا به پای من کار میکرد
زمزمه‌هاش مثل نخهای نازک دوران میپیچیدن، بی صدا، بی رحم. تا یه روز فهمیدم افتادم تو قفسی که قفلش با خودمه و کلیدش توی دستای آنجلا. هر حرفی که میزد مثل تنابی بود که یه سرش به من گره خورده بود و سر دیگرش به خودش. اولش میترسیدم ازش، از زبون مردم، از نگاه‌های سنگین کولی‌ها. ولی بعد فهمیدم اون ترس فقط یه پرده نازکه روی یه واقعیت بزرگتر. اینکه دیگه دلم از اختیارم در اومده. یه روز به خودم محکم نهیب زدم، باید تمومش کنم. زیر سایه انگور خونه سراغش رفتم. میخواستم بهش بگم باید تمومش کنیم. میخواستم بگم این عاشقی آخرش به ویرونی میکشه. اما وقتی دستمو گرفت همه چی از یادم رفت. دستاش بوی انگور میداد، بوی دود آتیش، بوی زندگی. نگاش که افتاد تو چشمم، صاف و بی‌غلغش یه نفس کشیدم. همون جوری که آدم بعد از سالها اسارت یه دفعه هوای آزاد میخوره. ما عشقمون رو مثل درخت کاشتیم، درختی که ریشش توی سکوت بود. هر دیدارمون مثل فصلی بود که فقط خودمون از وجودش خبر داشتیم. لبهایی که به جای گفتن راز رو میبلعیدن، دستایی که بی هیچ قول و قراری پیمان میبستن و تنها ترسمون آواز کولیا بود که از دور میومد. مینشست روی شاخه‌های دلمون و بعد توی غروب گم میشد. ما نمیدونستیم که دنیا با عشقهای پنهون میونه‌ای نداره و آدما از چیزی که نمیفهمن میترسن. ترس از آشکار شدن که در نهایت تبدیل به شایعه میشه، مثل حشره‌های ریز و سمی که توی گوش مردم لونه میکنن. 1 ماه گذشته بود، کولی‌ها نزدیک شهر اتراق کرده بودن و منم مثل سگی تشنه دنبال کاروان دویده بودم. بیشتر پولی رو که از کار به دست آورده بودم توی شهر یه اتاقی اجاره کردم. یه روز آنجلا با وحشت سراغم آمد و گفت ماریانا با شک به هم نگاه میکنه، به خصوص که دختر 1 سالم را به طور کل دادم دستش. میترسم. باید با هم فرار کنیم بریم جایی که دست کولیا بهمون نرسه. شکمم که بالا بیاد، حقیقت که برملا بشه، دیگه نه تو جون سالم در میبری نه من. کلماتش مثل دانه‌های انگور که زیر پا له میشوند ترکیدند. بعد ادامه داد ماریانا به من شک کرده. این روزا طوری نگاه میکنه که انگار همه چی رو میدونه. هر نگاهش یه اخطاره برام. دیروز حتی پرسید انگار از دخترت هم فرار میکنی. دردی بی جون افتاده که من بیخبرم. مارتا هم میگه صدا زده خودت زدی به کرگوشی. همین فردا میری چادر مارتا باهات کار داره. صداش آروم بود، اما از اون جور آرومی ها که دل آدم رو شخم میزنه. دستش رو گرفتم. بوی شراب کلیسا میداد. توی چشماش نه التماس بود نه ترس، فقط یه خواهش از ته دل. بعد با وحشت ادامه داد فکرشو بکن من برم روبروی مارتا بشینم و یه نگاه کافیه تا راز دوتامونو توی اون گوی لعنتی ببینه. مارتا هر چی ببینه به ماریانا میگه تو این زن ساحره رو نمیشناسی. محاله بتونم رازمونو برابرش قایم کنم. همین امشب باید فرار کنیم. باید بریم تا این بچه‌ای که زیر دلم جون میگیره یه اسم داشته باشه. یه پدری که موقع حرف مردم فقط نگاه نکنه، فرار نکنه، پنهون نشه. پدری که مثل کوه پای همه چی بیسته. اگه بخوایم زنده بمونیم باید فرار کنیم همین الان. بریم یه جای دور، یه جایی که نه کسی ما رو بشناسه، نه اسممون تو دهن مردم بچرخه. یه زندگی تازه، یه اسم تازه، فقط من و تو و الینا. ایده آنجلا مثل شیره‌ای تلخ نشست روی دلم، داغ، سنگین و چسبناک.
چشماش برق میزد. نوری توش بود که هم بوی مادر میداد هم بوی ترس. دستش رو گذاشت رو پهلوش، همون جایی که زندگی هنوز بی صدا می جنبید و با صدایی لرزون گفت من فقط یه چیزو نمیدونم. با دخترم، با الینا باید چیکار کنم؟ اون هنوز بچه است. هنوز توی آغوش من نفس میکشه. چطور بند ناف این یکی رو ببرم وقتی هنوز بند ناف الینا از تنم جدا نشده؟ به نظرت میتونیم همراهمون ببریمش؟ حرفش مثل خاری توی قلبم نشست. نگاش کردم. زنی رو دیدم که 2 بند ناف قلبش رو به بند کشیده بود. آدم ترسوی مثل من عرضه داشتن یکیشون رو به زور داشت. گفتم نگران الینا نباش. خودم برمیگردم و بچه رو میارم پیشت. با همه ترس و دودلی اون آنجلا بود که بهتر از من فهمید راه دیگه ای نداریم. همون عصر پیش از غروب وقتی هنوز روشنایی روی زمین نشسته بود پا گذاشتیم به فرار. بی صدا با نفسهایی که بوی وحشت میداد. راهی رو گرفتیم که خلاف مسیر کولیا بود. جاده‌ای که تو هیچ نقشه‌ای پیدا نمی‌کردی. فقط باد میدونست کجاست. و خیال مردایی مثل من که ترس بیشتر از شجاعت توی خونشون جریان داره. بار اولی نبود که دست زنی رو میگرفتم و از راهی تنگ و خاموش که پا به پای او تا میرفت گاهی به سنگ میخورد، گاهی به جوی کوچیکی که از دل کوه میجوشید. نمیدونستیم مقصدمون کجاست. فقط میخواستیم جایی بریم که کسی اسممون رو صدا نزنه و هیچ خاطره‌ای دنبالمون نیاد. ما از دهکده ها دور میشدیم و پشت سرمون تنها سایه‌ای از نور فانوس ها میموند. پشیمونی من از همونجا شروع شد. زجری که آنجلا میکشید مثل تیغی بود که روی جونم کشیده میشد. 1000 بار خودمو نفرین کردم چرا دل به این اشتباه دادم. پیرمرد نفسش رو آرام بیرون داد. نگاهش در تاریکی خیره ماند و با صدایی گرفته ادامه داد. توی راه آنجلا هر چند قدم یه بار می ایستاد. دستش رو میذاشت رو شکمش. با صدایی آروم میگفت اون باید زنده بمونه. و من هر بار با اطمینان بهش میگفتم زنده میمونه، قول میدم. اما ته دلم میلرزید. میترسیدم این قولی که به آنجلا میدادم شبیه همان قولی که به سیلویا داده بودم باشه. یه صدا از درونم هی تکرار میکرد چرا تو؟ چرا من؟ مگه میشه یه هوس رو به بهای آوارگی چند تا آدم خرید؟ مگه عشق باید همیشه تا این حد بیرحم باشه؟ پیرمرد صدایش را پایین آورد، چنان که گویی هنوز از سایه آن روزها میترسید. نگاهی گذرا به آمارو و ماریانا که هر دو چون 2 روح مسخ شده سر در گریبان برده بودند انداخت و ادامه داد 3 روز فقط دویدیم. خواب و استراحتمون فقط در حدی بود که جون تازه بگیریم. چند لقمه نونی هم که وقت حرکت تو کیسه آنجلا گذاشته بودیم فقط برای خودش بود. دلم نمیومد حتی یه تیکه از نون رو توی دهنم بذارم. میدویدیم بی وقفه تا اینکه شب 3 جایی بینام و بینشان رسیدیم. زمین خیس بود. بو میداد ولی امن. آنجلا روی یک سنگ نشست. سرش را گذاشت رو زانوهاش. خسته تر از هر انسانی که به عمرم دیدم. فکر کردم دیگه هیچ دستی، هیچ خنجری به تنش نمیرسه. ما به خیال خام خودمون دور شده بودیم. اونقدر دور که دست گذشته بهمون نرسه. اما فراموش کرده بودیم هیچ فراری به انتهای راه نمیرسه. اسما مثل درختن، ریشه دارن، عمیق توی خاک دنیا که تو هر چقدر ازشون دور شی یه باد همیشه هست که برگش رو برمیگردونه سمت ریشه ها.
پیرمرد ادامه داد. صدایش نرم و گرفته، مثل کسی که دارد تکه تکه از رویاهای چسبیده میان گوشت و استخوانش میکند. از دور که چراغ‌های یه دهکده رو دیدم، نفسی راحت کشیدم. فکر کردم دیگه تموم شد. بالاخره از تعقیب، از ترس، از همه چی دور شدیم. توی اون تاریکی کنار یه رودخونه خاموش یه آلونک چوبی دیدم نیمه ویرونه، اما یه سقف داشت. همون برامون کافی بود. دست آنجلا رو گرفتم و با هم رفتیم سمتش. در چوبی با صدای ناله باز شد. بوی نم و چوب پوسیده پیچید تو هوا. ولی اون لحظه برام مثل بوی نجات بود. آنجلا بی هیچ حرفی خودش رو انداخت یه گوشه، خسته با نفسهای کوتاه. منم گوشه دیگه نشستم، به صدای نفس کشیدنش گوش میدادم. هنوز هوا گرم بود و سنگین. ما اون شب تا نزدیک ظهر خوابیدیم. خواب سنگینی که توش ترس نبود، فقط خستگی بود و شاید یه ذره امید از اینکه هنوز زنده ایم. پیرمرد در دل تاریکی نفسش را آرام بیرون داد. وقتی بیدار شدیم آنجلا رو گذاشتم تو کلبه. گفتم برم یه چیزی برای خوردن پیدا کنم. راه افتادم سمت دهکده. اونجا مثل همه دهکده ها بود، ساکت، ساده. چند پسر بچه توی کوچه پر سر و صدا دنبال هم می‌دویدن. یه مرد جلوی خونه نشسته بود و از دور به بچه ها نگاه می‌کرد. با پیپ خاموش و نگاهی که انگار همه رهگذرا رو از روی چکمه هاشون میشناخت. بعد از سلام و احوالپرسی ازش خواهش کردم کمی ابزار کار بهم بده. پرسید برای چی میخوای؟ توضیح مختصری دادم. رفت آورد، داد دستم. بین حرف زدنامون که این میخواست بدونه کیم و از کجا اومدم، پرسیدم از کجا میتونم یکم غذا بخرم. مرد خندید و گفت از کجا اومدی مرد که نمیدونی دهاتی ها غذا نمیفروشن. سفرمون همیشه بازه و هر که گرسنه است مهمونه. بعد بی هیچ حرفی رفت تو خونه. از پشت در صدای حرف زدنش با زنش می اومد. آروم، نرم. چند دقیقه بعد برگشت. دستش پر بود چند تا نون، یه ظرف غذا داد دستم و گفت هر کاری داشتی بگو، اما بهت بگم اون کلبه جای زندگی نیست. در هر خونه ای رو بزنی یه اتاق خالی هست که بتونی زیر سقفش زندگی کنی. دهاتی ها داشته باشن میدن، نداشته باشن کمک میکنن که پیدا کنی. تا کلبه رو تعمیر میکردم همون مرد با 2 نفر دیگه به سمتم اومدن. هر کدوم مقداری وسیله آورده بودن. یک گلیم، چند تا ظرف و یکیشون هم یه رس رخت خواب. وقتی پول بهشون تعارف کردم بهشون برخورد. انگار که ناسزا شنیده باشن. خیلی عذرخواهی کردم تا قانع شدن، از سر نادونی حرف زدم و خودمم از دهکده‌های اونور کوه اومدم. پیرمرد نگاهش را به آتش دوخت. شعله ها در مردمک چشمانش میرقصیدند و صدایش آرام شد، مثل کسی که گرفتار تبی شدید باشد و به هذیانگویی افتاده باشد. اون کلبه را برای آنجلا ساختم. برای زنی که باید مثل فرشته بیبال بین برگ و خاک و بوی گل 7 ماه سنگین انتظار رو سر کنه. ما توی عشق غرق بودیم که اونقدر ساده و پاک بود که دنیا برامون سبک شده بود، مثل تکه‌ای پارچه نازک که نسیم ازش رد میشه. باد که میگذشت ما فقط نوای گذشتنش رو میشنیدیم و صدای آب برامون مثل دعا بود. آنجلا علاوه بر عشقش یه چمدون پر از حسرت هم با خودش آورده بود. نبودن دخترش که مثل داغی سوزناک روی دلش افتاده بود. شبها وقتی فکر میکرد من خوابم آروم شروع میکرد به خوندن لالایی. لالایی هایی که سوز داشتن. بیدار میشدم، کنارش مینشستم و کاری جز قول دادن ازم بر نمیومد. هر بار بهش میگفتم این بچه که به دنیا بیاد خودم میرم پیش ماریانا و هر طور شده راضیش میکنم و الینا رو برات میارم. این تنها قولی بود که لبخند رو لباش می آورد. هر بار میگفت
خیالم به ماریانا راحته. میدونم دخترم را از شیره جون بیشتر دوست داره. صداش آروم بود، اما تو همون آرومی چیزی از پاره شدن تو قلبش داشت. مثل طنابی که آروم از بین انگشتا لیز میخوره. اما کاش موقع فرار الینا را هم بغل میکردم. اشتباه کردم. دخترمو نباید تنها میذاشتم. روزها و شبها گذشت. روزهایی که به دهکده میرفتم و توی زمین کار میکردم و در برابرش نون و غذا و وسایلی که نیاز داشتم میگرفتم. زنای دهاتی هم مرتب به آنجلا سر میزدن. هواشو داشتم. شبا دور آتیش می نشستیم. برای بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده بود آینده می ساختیم. آنجلا می گفت بچه که به دنیا بیاد خودم میرم به دست و پای ماریانا میافتم و الینا رو بغل میکنم و میارم همینجا. اون وقت دیگه دنیا برام همونی میشه که میخوام. حرفامون اونقدر شیرین بود. اونقدر دنیا رو رام دیده بودیم که نفهمیدیم این دنیا وقتی دلت به آرامشش خوشه دور از چشم تو در حال تیز کردن چاقوشه. مثل تیغی که آروم روی پوست رویا میکشه. اون شب باد یه دفعه وایساد. ستاره ها مثل سکه های زرد قدیمی بی حرکت روی آسمون موندن. همه چی ساکت بود. همه چی توی چاه سکوت افتاد. فقط با نفس بود که میون همه اون سکوت به فریاد تبدیل شد. نفسی که پر از درد بود. آنجلا خم شد. دستش رو گرفت به زمین. چشماش پر از هراس، پر از چیزی که من نمیفهمیدم و من هنوز داشتم به آینده فکر میکردم. به بچه، به خنده ها، به بازگشت. حتی به الینا و نفهمیدم دنیا چاقوش رو بعد دیگه میخواد تیز کرده. اون شب فهمیدم عاشقی یعنی تو لحظه‌ای که باید فریاد بزنی. زبونت از ترس بند بیاد. دست و پاتو گم کنی و مثل چرخ و فلکی خالی دور تند بگیری. به خودم که اومدم دیدم دستام خالی تر از اونه که بتونم کاری برای آنجلا بکنم. به سمت دهکده دویدم و در خونه ها رو زدم تا زنها تندتر از من به آنجلا برسن. هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم. اما مرز زندگی و مرگ اون شب باریکتر از مو بود. آنجلا در واپسین لحظه میون گریه نوزادی که برای دیدن دنیا بیتاب بود لبخندی زد. لبخندی که هم از عشق بود و هم از ودا و اسمی رو بر زبون آورد که مانند پژواک تمام دنیا در دل من نشست. ماریانا، الینا دخترکم. و بعد سکوتی کوتاه افتاد که سنگین‌تر از هر فریاد بود. اون شب منم مردم. نه اون مرگی که خاک تنت رو میبله. نه اون که یه تکه سنگ بدارن رو سرت و تموم. یه مرگ دیگه بود. مرگی که هر نفسش مثل تازیونه میخورد به جونم. آنجلا رفته بود. با درد، با سکوت، با انتظاری که در چشماش تا دم مرگ بر در خشک شد. هنوز نمیخواست از دنیا دل بکنه. آنجلا یک کار نیمه تموم داشت. زنای دهکده به زور منو از آنجلا جدا کردن. خودشونو انداختم وسط و فردای همون شب خاک سرد آغوش آخرش شد. من موندم مثل سایه‌ای ایستاده بالای گور. هیچ صدایی ازم در نیامد. فقط ازم یک نگاه مونده بود آغشته به جنس خشن ناباوری. دیگه چیزی از اون شب یادم نموند جز بوی زمین خیس و بارش بارونی بی پایان که تو چشمام رو نکرده بود. چیزی که منو از اون عزاداری یه نفر بیرون کشید صدای یه نوزاد بود که زنای دهکده بعد از روزهای پر از ماتم توی یه سبد کنار من گذاشتن و رفتن. هوا بوی نون سوخته میداد. برگا زیر پا خشخش میکردن و آسمون مثل دلم بلا تکلیف بود. میون باریدن و نباریدن. میون مرگی که دست پا میزدم. نوزاد توی سبد اندوهی مضاعف شده بود تو دلم.
باید تصمیم میگرفتم بچه رو دست کی بسپارم. یه دلم میگفت ماریانا، یه صدای دیگه میگفت سیلویا، که روی رفتن به سمت هیچ کدومشون را هم نداشتم. اگه سمت سیلویا میرفتم محال بود بچه‌ای رو که حاصل خیانت به خودش بود بپذیره، و اگر به سمت ماریانا میرفتم اونم با دستای خالی از آنجلا محال بود که بچه رو قبول کنه. خیلی به خودم یکی به دو کردم. حرفامو زمین گذاشتم و برداشتم تا آخرش به سادگی و دل مهربون سیلویا بیشتر اعتماد کردم. میدونستم بیشتر روزا برای چیدن گیاهان دارویی از دهکده میزنه بیرون. از ساکنین دهکده یه قاطر گرفتم و با سبد و لباسایی که زنای دهکده بهم دادن بچه به بغل به سمت گذرگاه کوهگی‌ها حرکت کردم. پیرمرد مکسی کرد. انگار باید واژه‌ها را از ته سینه بیرون میکشید. صدایش ترک برداشت، مثل شاقه خشک زیر پا. ماریانا، اون شب تو تنها کسی بودی که دلم میخواست بالای سر خواهرت باشی. اما بین ما و کاروان چند روز راه فاصله بود. چاره‌ای نداشتم. هیچ چاره‌ای. آنجلا تا آخرین نفس جنگید، تا وقتی که نفساش برید و دستاش سرد شد. دردش طولانی بود. ماریانا، اونقدر که هر فریادش مثل چاقو توی جونم بنشست. آخرین لحظه با صدایی که به زحمت از گلوش بیرون میومد گفت به ماریانا بگو همونطور که از دخترم مراقبت کردی از پسرم مراقبت کن. اون جمله آخرین کلامش بود. یه وصیت، یه التماس، یه زنجیر. اما مثل همیشه ترس و بزدلی قوی ترین نیروی درونی من بود. ترسیدم بچه رو به کاروان برسونم. ترسیدم از نگاه تو، از نگاه بقیه، از کینه و نفرت کولی‌ها. اما حالا میفهمم آنجلا هم به بزدلی من واقف بود. شاید پیش از اینکه جلوی من وصیت کنه توی گوش سرنوشت وصیتش رو کرده بود که امروز تقدیر پسر آنجلا را به دست تو و خواهرش صحیح و سالم رسونده. کلام پیرمرد چون آخرین دانه یک انار خشک شده روی پوست پلاسیده زمان چسبید. جمعیت کولی‌ها ورودی چادر حلقه زده بودند، بیان که چشم در چشم او بدوزند. گویی نمیخواستند تقابل سرنوشت را که گویی پیرمرد از گوی برونین مارتا بیرون کشیده بود از دست بدهند. ماریانا از هر نیرو و توانی خالی شده بود. چیزی نگفت. نه فریاد، نه نفرین و نه خشم. همه را در بهت و ناباوری از یاد برده بود. فقط جلو آمد با شانه‌های افتاده و چشمانی که انگار در یک شب 1000 سال پیر شده بودند. دستش را آرام روی سر آمارو گذاشت. همانطور که مادرها موهای فرزند را نوازش می‌کنند. لحظه ایستاد، سرش را خم کرد و نفس عمیقی از بوی موهای آمارو کشید. نفسش پر شد از بوی خاک و باد و غربت. سرش را بوسید و بی هیچ کلامی پرده چادر را کنار زد و بیرون رفت. پشت سرش پیرمرد بیرون رفت با گام‌های سست و آرام، انگار که ترس 20 ساله‌اش را چون باری سنگین میان چادر بر زمین گذاشته باشد. جمعیت کولی‌ها هنوز همانجا ایستاده بودند و جوزف روی سنگی کنار چادر نشسته بود. کولی‌ها که سمت پیرمرد رفتند مشت‌هایشان گره کرده بود و خون توی نگاه و صورتشان می جوشید. جوزف دستش را به حرکت درآورد و بلند فریاد زد رهاش کنید. به قدر کافی مجازات شده. آدم بزدل و ترسو ارزش مشت و لگد نداره. بذارید بره. آمارو ماند و جای خالی پدری که حتی شهامت ماندن و سیلی خوردن را هم نداشت. مردی که چون سائقه آمده بود برای سوزاندن فقط رد نگاهش را به خاطر سپرد که در تاریکی شب می درخشید. مثل 2 فانوس کهنه که گویی سالها هیچ دستی روشنشان نکرده بود. اما هنوز
بوی نفت و آتش میدادند. آمارو نمیدانست به کدام کلمه دست ببرد، چرا که هر واژه مثل دامی به نظر می رسید که او را بیشتر در گرداب این تقدیر گرفتار می کرد. گویی در مه روی کلماتی که از پیرمرد به جا مانده بود دست می کشید. کلمات در هوا معلق بودند، نه سنگین و نه سبک، مثل پرهایی که از پرنده نادیده بر زمین می افتاد. یاد حرف مادر بزرگ افتاد، روزی که اصرار به رفتن کرده بود. آن روز بخار چای چینهای صورت پیرزن را چون نقشه‌ای از جهان رفته ها پنهان کرده بود. با آن صدای آرام اما سنگینش گفته بود: آمارو، حقیقت همیشه هدیه‌ای نیست که دست به دست بگرده و شادی بیاره. حقیقت برای بیشتر آدم‌ها شبیه تیغه برنده چاقوییه که هر که لمسش کنه باهایی میپردازه. بعضی‌ها رو زخم میزنه، جلوی عده دیگه گوشت تن خودشون رو میبره و میذاره تو دهنشون. آمارو کلمات معلق در هوا را یکی یکی مرور کرد. خواست ببیند خودش را از زیر سنگینی کدام آوار میتواند بیرون بکشد. با هر خط نفسش سنگین‌تر میشد و چشمانش پر از هراسی خاموش، تا سرانجام به قسمت وحشتناکش رسید. نگرانی آنجلا نه تنها برای خودش که برای دو بند ناف جدا شده از هم بود. الینا و نوزادی که حتی نامش را از زبان مادر به ارث نبرده بود. یاد یک جمله از کتاب افتاد: نامهای گم شده همان نامهایی هستند که از زبان مادران شنیده نمی شوند. در کلمات کهنه و لرزان آنجلا ردی از مادری موج می‌زد که می‌خواست با یک قلب شکسته دو کودک را از میان شعله‌ها و جاده‌ها به سلامت بگذراند. او برای الینا اشک ریخته بود، برای دختری که وقت گریختن در کاروان کولیا جا گذاشته بود. نام الینا چون ناقوس کلیسایی که مرگ را می‌نوازد در گوش آمارو طنین انداخت و دلش را به لرزه درآورد. ناگهان همه خنده ها و زمزمه هایی که سالها در خیال خود با او داشت، همه نگاه های پنهانی و دستانی که در تاریکی شب جرأت به هم رسیدن نیافته بودند، چون شیشه شکسته بر ذهنش فرو ریخت. الینا، معشوقه چند سالش، در حقیقت خواهری بود که هرگز نشناخته بود. خون مشترک میان آنها مثل زنجیری نامرئی از دل گذشته دور بر گردنشان افتاده و حالا نفس آمارو را به بند کشیده بود. زمین زیر پایش سنگین شد. حس کرد دهکده، کاروان و حتی آسمان پرستاره به او میخندند. نه با خنده ای شاد، بلکه با تمسخری بی صدا، تمسخری که گویی از ازل در تقدیرش نوشته شده بود. اشک از چشمان آمارو روان شد. اشکی نبود که سبکی بیاورد. اشکی بود سنگین، مثل بارانی که سقف‌های پوسیده را فرو می‌ریزد. نامی که هم معشوقه‌اش بود، هم خواهرش، هم سرنوشت لعنتیش. احساس کرد پیچیده شده در طلسم مادر بزرگ، در کلماتی که سالها پیش چونان دانه‌هایی از نفرین در گوشش چکیده بود. پسر جون، تا راز گذشته‌ات بر تو آشکار نشده، تمام دختران این جهان بی عزت خواهران تو هستند. آن روزها آمارو این سخن را شوخی تلخ می‌دید. بازی زبان زنی پیر که عمرش را با قصه ها گذرانده بود. اما حالا آمارو سر در گریبان بر زمین نشسته بود. کتاب و کلماتش دور سرش میچرخیدند. بترس از ترسی که هماره از اون گریزانی، که آدمی از هر چه بترسد روزگاری آن ترس را جامعه دوخته شده بر تن خود خواهد دید. باد از دشت برخاست و لباسهایش را تکان داد. برای لحظه خیال کرد ترسش همچون ردای نامرئی بر شانهایش افتاده و با هر تکان باد سنگین‌تر می شود.
شنید که باد در گوشش زمزمه می کند: دیدی پسر، هیچ گریزی از تقدیر نیست. ترس همان دستی است که لباس سرنوشت را بر تنت می پوشاند. تنها بوی تندی از خاک سوخته باقی ماند. همان رد صاعقه‌ای که بر تنه درخت خشکیده جا گذاشته شده باشد. آمارو سر بلند کرد، اما جز ستاره‌های بی‌اعتنا و ماهی که نیمه‌اش در ابرها پنهان بود چیزی ندید. دلش لرزید از وحشت سکوت در میانه تنهاییش. فکر کرد شاید همه‌اش کلماتی بوده که از دهان خودش بیرون آمده و در تاریکی شب شکل پدر به خود گرفته. پدری که دوباره ردای شب به تن کرده بود و در تاریکی گم شده بود. او تنها ماند، با کلماتی که مثل مارهای پنهان در سینه‌اش می‌لولیدند و با احساسی سنگین که نمی‌دانست نفرین است یا تقدیر. با خود فکر کرد دیگر میان کولی‌ها ماندن رهایی نیست. کاروان برایش دیگر نه خانه بود و نه پناه، بلکه زنجیری از آوازهای غریبانه، لالایی‌های نگفته از زبان مادری بر گهواره خالی. خواست از جمع فاصله بگیرد و به دل تاریکی بزند. شاید در بیراهه بیابان ردی از آسودگی بیابد. اما هنوز چند قدم بر نداشته بود که صدایی آرام و سنگین مثل کشیده شدن داس بر سنگ در گوشش پیچید. گریختن همیشه چاره کار نیست آمارو. به سمت صدا برگشت. الینا بود با چشمهای سرخ و دریده در باران. چهرهش زیر نور لرزان آتش همچون نقابی از دود و سایه بود. اندوهگین و پر از درد آهسته گفت: بمون آمارو، بمون، لااقل به خاطر من بمون. این حقیقت برهنه ارزش زخمایی رو که به جونت میزنی نداره. پدر تو و مادر ما از ترس همین روز فرار کردن. اما مگه از سرنوشت میشه فرار کرد؟ گریز زخم رو پاک نمیکنه، فقط جاش رو عوض میکنه. خون رو بند نمیاره، فقط رو به بالا تندتر فوران میکنه. بمون، چون اگه وسط راه بری تا ابد توی همون نیمه راه میمونی. نه رها، نه رسیده، نه آزاد. اگر خودت رو اسیر بند این قصه کنی تا ابد از آزادی خودت رو محروم کردی. ماریانا میگه شبی که مادرمون از وحشت داس مرگ کولی‌ها کاروان رو رها کرده نمیدونسته همون طوفانی که همپای فرارش شد یه روز پسرش رو با خودش برمیگردونه. آمارو، این بازگشت خواست مادرمونه، نه نفرینه و نه تصادف. تقدیر خونیه که هنوز در ما زنده است. آمارو سر بلند نکرد. غباری از اندوه روی نگاهش نشسته بود. اندوهی آرام و کشدار. از آن جنس که در دل آدم‌هایی خانه می‌کند که سرنوشت میان آنها و خواسته هایشان دریای زهرآلود و بی انتها می‌کشد. هیچ وقت نتوانسته بود الینا را با آن خط ناخوانا بخواند. همان خطی که تقدیر بیرحم برایش نوشته بود. با صدایی گرفته، شبیه کسی که زخمی کهنه را در دل چون صلیبی شکسته با خود میکشد گفت: باید برم، باید خودم پیدا کنم، با خود واقعیم باید برگردم پیش تو، نه با سایه‌ای که الان ازم میبینی. الینا، هیچ سایه‌ای از روح پر نشده، هیچ سایه‌ای دستی از مهربونی نداره. سایه ها دوام ندارن. سایه‌ای از من نمیمونه برای تو برادری کنه. میخوام دوباره یاد بگیرم چطور تو رو نگاه کنم، بدون گناه، بدون ترس. فقط یکم وقت میخوام تا به این نگاه تازه عادت کنم. شاید به دیدن سیلویا برم، ببینم هنوز حاضره برای این من تازه مادری کنه. منی که پسر مردی هستم که هم خودش و هم ایل و تبارش رو ازش دزدید. پیش از سپیده صبح که کولی‌ها از خواب بیدار شدند و هوا هنوز بوی نم شب را میداد و مه نازکی
روی دشت نشسته بود، کولی‌ها به هر طرف که چشم گرداندند نه ردی از آمارو پیدا کردند و نه نشانی از قدمهایش روی خاک نم خورده. چادرش خالی بود، مثل پوسته‌ای از خوابی قدیمی. تنها جامی واژگون کنار آتش سرد دیده میشد و ردی باریک از خاکستر که تا لب جاده کشیده میشد. انگار کسی در سکوت آخرین شعله کوچک آن را با خودش برده باشد.